نصيحة. دین نصیحت است. بسم الله الرحمن الرحیم. خطاب از الاقصی به علمای اسلام. الله تعالی را که خود را به شما معرفی کرده است تسبیح میگوییم. شما درباره به همتایی او معلومات پیدا کردید و تنها او میتواند فرمان دهد، باز دارد و اداره کند. خداوند شما را در حمایه دین و وحی خود قرار داد و شما مقام وارث پیامبران را گرفتید. وظیفه شما این است که در نزد الله متعال از خدا ترسترین مردم بمانید، سخن راست گویید و به خاطر الله از کسی نترسید. شهادت می دهیم که هیچ معبود بجز الله نیست، او شریک ندارد و محمد بنده و فرستاده اوست. با این شهادت صداقت خود را به الله و رسولش صلی الله علیه و سلم و مسلمانان اعلان می نماییم. این چنین از کفر و کافران، منافقی و منافقان، خیانت و خائنان دست می کشیم. درود و صلوات ها بر کسی که به این دنیا به دلیل آن فرستاده شده است. ما از سرزمین مبارک، مکان انتقال پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که امروز از آنجا دشمنی و کینه نسبت به دین خدا از هر جانب می آید به شما خطاب می کنیم. شاید در میان شما دانشمندان بزرگوار به مثل عز ابن عبدالسلام را پیدا کنیم که مصر و لشکر آن را برای جهاد در راه خدا برانگیخت و سپس جنگ عین جالوت صورت گرفت و مغول ها شکست خورده بودند. به ایمان شما چی رخ داد؟ اگر شما به خاطر سفربر کردن امت اسلامی و لشکر آن به جهاد در راه خدا وارد حرکت نشوید، پس چی نقشه دارید؟ باز چی کار میکنید؟ مسلمانان امروز در کوچه و خیابانها قرار دارند. پس برای سرنگون کردن رژیم‌های فاسد پرچم جنگ را برافراخته در راه الله به جهاد شروع کنید. ای عالمان الازهر، قبلا خداوند سربازان مصر را گرامی داشت و با دستان آنها بیت المقدس را از ناپاکی های صلیبداران رها کرد. سپس خداوند باز به سپاهیان مصری عزت و شرف عطا کرد. آنها توانستند در جنگ بزرگ بر مغولها پیروز گردند. از خداوند متعال خواهانیم که به جنگاوران مصر بار دیگر گرامی بخشد و حمله آنها به سرزمین های شریف درهای پیروزی، بزرگی و استقلال دین را باز کند، درجه اسلام و مسلمانان را بالا برد و باعث اخراج کسانی به خشم الله گرفتار شده از سرزمین های مقدس گردد. پس لشکر مصر را برای جهاد در راه خدا برخیزانید. این است راه پرهیزگاران. ای علمای مسلمان از غرب تا شرق، حاکمان مسلمان در گروگان امریکا و جهان غرب قرار دارند و ما نباید از آنها خیر انتظار شویم. آنها امنیت یهودیان و منفعت‌های امریکا را حمایت می‌کنند. آنها به سبب خواری و پس بودن خود تا حال منتظر اجازه امریکا و سازمان صهیونیستی هستند تا کمک های بشردوستانه را که مسلمانان برای برادران خود در غزه جمع آوری کردند بفرستند. آیا کسی که برای لقمه نان را فرستادن اجازت دشمن امت را منتظر می شود قادر است تا به یگان بزرگی و زندگی شایسته رساند؟ امروز امت اسلامی به دعوت شما نیاز دارد تا آن را دستگیری کند و به آن باوری بخشد.
به چنین معامله نیاز دارد که در آن سخنان خداوند متعال نمایان می شود. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مردم به آنها گفتند خلق بر ضد شما جمع آمدند، از آنها بترسید. اما این کار ایمانشان را افزون کرد و آنها گفتند الله ما را بسنده است و این وکیل ولی و سرپرست چگونه عجیب است. ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا وقت شما را به جنگ در راه الله دعوت می کنند خود را سخت به زمین می افکنید؟ آیا بجای زندگی اخروی به زندگی دنیا راضی شده اید؟ اما لذت های موقتی دنیا در برابر آخرت ناچیز است. ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ای عالمان صمیمی، شما از هر کس درباره حکم جهاد در راه الله بهر آزادی بیت المقدس یاری به اسلام و مسلمانان آگاه هستید. پس چی چیز شما را مجبور می سازد که سکوت کنید؟ آیا شما از حاکمان گماشته می ترسید؟ اگر ایمان آورده باشید سزاوارتر است که از خدا بترسید و بس. شما خوب می دانید که حاکمان گماشته با قانونهای الله حکم نمی کنند. آنها به فرمان دشمنان اسلام اطاعت کرده امت اسلامی را مجبور می کنند که سخت‌ترین نوهای خواری را بچشند. آنها امت و لشکر ما را خوار می کنند. این سرحدهای به طور صنعی در بین کشورها کشیده مستملکه‌داران کافر باعث پراکندگی صفهای ما می گردد. شما به این چگونه مناسبت می کنید؟ به خاطر الله بگویید چیکار می کنید؟ آیا نمی بینید که اظهارات حاکمان گماشته و درخواست آنها برای حل بنیاد دو دولت یا تطبیق معیارهای بین المللی خیانت به الله و رسولش صلی الله علیه و سلم و مسلمانان می باشد؟ این تأیید و تصدیق وجود صهیونیستی در سرزمین مبارک است. پس آنها و خیانتشان را رد کنید. اهالی غزه از امت اسلامی یگان نمود دارو و غذا را انتظار نیستند. ساکنان سرزمین مبارک به بنیاد دو دولت و به عمل برآوردن نرم‌های بین الخلقی دعوت نمی کنند. مردم درباره برخاستن لشکر مسلمانان و سفربری آنها به سوی مسجد الاقصی حرف میزنند. خلق میخواهد که صدای هواپیماهای محو کننده را بشنود تا صهیونیست ها را به لرزه اندازد و یگان جنایتکار را به تلف نماند. ای عالمان اسلام، امروزه خون ریخته شده ما، جسم پاره پاره کودکان و زنان ما، این دلیل های ما در نزد خداوند بر ضد شماست. پس شما نیز در روز قیامت دلیل خود را آماده کنید. ما شما را دعوت می نماییم که فرضی بر شما سپرده شده را بجا آورید. امت اسلامی و لشکر آن را برای برپا کردن خلافت و آزادی بیت المقدس پشتیبانی کنید. اگر امت اسلامی را بهر استقرار شریعت الله در روی زمین، این چنین از بین بردن مرزهای صنعی و کشادن پیش جهاد در راه الله بیدار کنید، به وعده الله و رسولش صلی الله علیه و سلم که ما را خوشنود می‌گرداند موفق می‌شوید. موقع عالمان اصیل باید همین باشد. و آنهایی که ترسانچک هستند و بهبودی دنیا را طلبیدند.
غضب الله متعال انتظار آنان است که تمام دنیا را از بین میبرد و شما با رفتار خود به الله هیچ گونه زیان نمیرسانید و نهایت توکل ما به الله بیکنار است. تنها او به ما غالبیت میبخشد و یاری میرساند. ما به نصرت الله بزرگ و توانا دلپور و آرامیم، زیرا پیروزی تنها در دست الله است و الله آن را به بندگان برگزیده ارزنده خود عطا میکند. هر کی میخواهد که از آنها باشد کامیاب میشود، ولی هر کی در زنجیر ترسویی باشد هم در دنیا و هم در آخرت شکست و زیان میبیند. دشمنان ما هرچند توانا به نظر می رسند، اما قوه آنها محدود است. از این را آنها به ما چیزی را افاده نکنند، زیرا ما به الله تکیه می کنیم و به قوه تکیه می کنیم که حد و کنار ندارد. این قوت الله بزرگ است. پس بگذار امریکا با هواپیماهای خود بیاید تا صهیونیست های خود را محافظت کند، زیرا این به هیچ وجه به آنها کمک نمی کند وقتی که وعده خدا فرا می رسد. چون وقتی وعده آخرین فرا رسید به دشمنانتان اجازت دادیم که چهره شما را اندوهگین سازند و به مسجد بیت المقدس همچنان که بار اول وارد آن بودند داخل شوند و هر چیزی را که به دست آنها افتاده بود کاملا نابود سازند. این است آن چیزی که الله و رسولش صلی الله علیه و سلم به ما وعده دادند. الله و رسولش صلی الله علیه و سلم راست میگویند و الله برای نگهبانی ما کفایه است. یا الله، آنچه را که از آن خوشنود هستی به آنها بیان کردیم. خداوندا، از آنچه ما را خوشنود میکند تو نیز ما را آگاهی بده. این پیروزی و برپای دین است. حمد و ستایش از آن پروردگار جهانیان. تماشابینان گرامی، اگر خواهید که نوارهای ما زود و بردوام برآیند، پس زیر کردن تکمچه لایک را فراموش نکنید. البته در شبکه ما ابونه شوید و ویدیوهای ما را به دیگران برسانید، زیرا رساننده مثل عمل کننده صاحب مکافات میگردد.